پند روزگار. خانواده روز استراحتی خود را پیوسته در ساحل بحر می‌گذراند. کودکان آب بازی کرده از ریگ قلعچه ها می ساختند. به ناگاه از دور پیرزن خرد جثه نمایان شد. لباسهایش افلاس و دریده بودند و مویهای سفیدش را باد پریشان می کرد. او خود به خود زیر لب چیزی گفته از روی ریگزار جسمهای را می برداشت و داخل بارخلطه‌اش می گذاشت. والدین کودکان را به نزد خود خواستند و تاکید کردند که از این پیرزن دورتر بازی کنند. وقتی که پیرزن از کنار آنها می گذشت خم شده چیزی را از زمین برداشت و به این خانواده با تبسم سلام داد، ولی هیچ کس به درودی او اعتبار نداد. پس از گذشت چند هفته آنها فهمیدند که این پیرزن به تازه کردن شیشه پاره های ساحل مشغول بوده است و به خاطر آنکه پای کودکان را شیشه ها نبرند تمام حیات خود را صرف این کار کرده است.